همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی به عقیده من از پرده غفلت و نیستی خارج شدند و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند و حتی آنها را در زمره افراد مهجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت ایران است محروم می بودند.